ما چرا همیشه فکر میکنیم که غرب باید مهد و مرکز و محور به خاطر تمام تمدن و ترقی و پیشرفت و آسایش و فهم و دانش و علم و درایت و عقل و منطق برای بشریت باشه؟ یعنی اگر ما متفاوت از غربی ها بیندیشیم این ما را پس رفته میسازه. اگر ما مثل از اینا یک رسم و دستور و رواج و فرهنگ همسان با اینا نداشته باشیم، یک چیز متفاوت باشه، اندیشه ما متفاوت باشه، فرهنگ ما متفاوت باشه، راه و روش ما متفاوت باشه، لباس پوشیدن ما، طرز طریقه ما، برخورد در جامعه با دیگرا، با بزرگا، از زن با مرد، از مرد با زن، اگر ما همسان و همرنگ از اینا نباشیم پس ما پس رفته هستیم. ما مردم هستیم که ما عقب مانده هستیم. چرا باید غرب و همیشه بالخصوص سفید پوستا برای ما همیشه الگو به خاطر تمدن و ترقی و پیشرفت و اینا باشن؟ واقعا جای شرم هست. من من حیث یک جوان افغان و یک مسلمان همیشه به این بسیار اذیت کننده هست با ما که جوانان را میبینیم میگن که خب ما شما در اینجا ماندیم چون ما شما به نقش قدم غربی ها پیش نرفتیم. یک موضوع واضح هست، ما به شرق این کره خاکی تعلق داریم و ما نمیتونیم هیچ وقت غربی باشیم و نه هم غربی ها میتونن مثل ما باشن و نه مثل ما بیندیشن. تفاوت های ما چیز هست که ما را با هم نزدیکتر میسازه و تفاوت ها در واقع خودش زیبایی را چندین رنگ میسازه. ضرور نیست که ما همرنگ غربی ها شویم یا هم غربی ها ناخواسته و خواسته مثل ما باشن. بگذارین که متفاوت باشیم، بگذارین که اونا از ما متفاوت باشه، ما از اونا باشیم، تا اونا و این وادار شه یک انگیزه باشن ایجاد شه تا از تمدن ما، از فهم ما، درک ما، از تمام راه و روش ما بالای از تحقیق بکنن، بخونن، ببینن، مطالعه بکنن و بین میگونه ما هم از اینا را جامعهشان، فرهنگشان، تمدنشان، درکشان، فهمشان، سنجششان، تعاملشان را، همه چیزشون رو مطالعه بکنیم، مورد غور و بررسی قرار بدیم، بعد از اون ببینیم که تفاوت‌های ما در کجا هست، کجا ما نکات مشترک با هم داریم و در کجا با هم تضاد داریم. دیگه کوشش نکنین که بر خود غرب را یعنی الگو قرار بدین. کوشش بکنیم بالای فرهنگ خود کار بکنیم، بالای شناخت و معرفت خود کار بکنیم تا غربی ها تشویق بشن که بیاین ما شرقی ها را مطالعه بکنن و از ما الگو برداری بکنن. تشکر.